بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خیر خلق الله محمد بن عبد الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه لحظه های آسمانی ویژه برنامه رمضانی از شبکه جهانی وصال حق هستید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران در این لحظه های واقعا آسمانی در 18مین روز ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و همچنین فراموش نکنم که این برنامه همزمان از طریق رادیو اینترنتی پیام اسلام نیز پخش می گردد و خدمت تک تک شنونده های عزیز این رادیو نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که توفیقات الله متعال در این ماه و در این روزهای مبارک شامل حال همه ما و شما باشد. با برنامه دیگر و با موضوع دیگر خدمت شما هستیم و در این برنامه پیرامون جود و بخشندگی صحبت خواهیم کرد و در این برنامه جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری با ما در استودیو هستند که من از طرف تک تک بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و از طرف شنونده های رادیو اینترنتی پیام اسلام نیز خدمتشان عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم جناب مولانا صاحب. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو پیام اسلام عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا صاحب، خوش آمدین به استودیو و بحث ما پیرامون جود و بخشندگی است. البته جود و بخشندگی و سخاوت و کرم در همه فرهنگ ها از ارزش برخوردار است، بخصوص در دین مبین اسلام و در فرهنگ اسلامی ما از جایگاه والای برخوردار است و این صفت حمیده و خلق محمود دارای جایگاه خاصی است. جناب مولانا صاحب، فکر کنم اگر صحبت از اینجا آغاز کنیم که دائم میشنیم که فلان انسان، فلان فرد، فلان مسلمان انسان جوادی است، انسان سخاوتمندی است، انسان کریمی است، انسان بخشنده است. میخوایم در ابتدا اگر به این نقطه اشاره کنیم که چه فرقی است بین واژه‌های چون جود و بخشندگی و سخاوت و کرم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. حقیقتا مسئله جود و سخاوت و بخشندگی هر وقت و در هر زمان کار نیک و عمل نیک و مبارک هست، خصوصا ماه مبارک رمضان که خود رمضان ماه جود است، ماه بخشندگی است و ماه سخاوت هست. ارتباط به سوال شما، اگرچه لفظ جود و سخا و کرم
یا بذل و بخشش، همه اینها معنای واحد در میده. یعنی در لغت عرب وقتی میبینیم جود و سخا و کرم همه معنای بخشندگی هست. اما علما فرقی که بین جود و سخا و کرم گذاشتن اینه که یک شخص جواد هست، جود داره. جود شخص اینه که کسی از یک شخص چیزی طلب نمیکنه، اما انسان جواد و انسان که جود و بخشندگی، یعنی لفظ جود و کار رفته، او حرکت میکنه به طرف سائل میره و این که بدون اینکه سائل چیزی طلب بکنه او دروازه خانه فقیر در میزنه و برای از او همان احتیاجاتی که داره برای از او میرسانه. یعنی شخصی که بدون اینکه از او سوال بشه او کمک برسانه برای فقرا و مستضعفین و برای دیگران، این را میگن که جود داره، بخشندگی داره. اما مسئله سخاوت فرق با جود اینه که زمانی که از او طلب بشه، یعنی سائل بیایه سوال بکنه، او سائل رد نمیکنه، یعنی بعداً سخاوت خود را اظهار میکنه، میگه که وقتی تو طلب کردی از من طعام و غذا و بالاخره اینها برایش میدهد. این سخاوت هست. یعنی میتونیم بگیم که درجه و مقام جود بالاتر از سخاوت هست. اما کرم مسئله که حتی یکی از صفات پروردگار عالم هم کریم هست. میگیم الله سبحانه و تعالی اکرم الاکرمین هست. اینه که شخص یک چیز طلب میکنه، مثلا سائل میایه یک افغانی طلب میکنه، 10 افغانی طلب میکنه، اما طرف برایش 20 افغانی، 2 برابر، چند برابر و بالاخره از او چیزی که طلب کرده بیشتر و بیشترتر برای از او میده. این کرم هست. به اینه که الله سبحانه و تعالی و حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی از اونها چیزی طلب میشد بیشتر و بیشترتر از اون چیزی که سائل طلب میکرد میدادن. و الله سبحانه و تعالی هم میبینیم که 1 حسنه 10 حسنه و والله یضاعف لمن یشاء. حتی بیشتر و بیشترتری که انسان وقتی گام برمیداره به طرف الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی کل گناهانش را میبخشه. بر علاوه که گناهان میبخشه، گناهانش را، سیئاتش را تبدیل به حسنات میکنه. پس این کرم الله سبحانه و تعالی و لطف الله سبحانه و تعالی. و در بین بندگان الله سبحانه و تعالی هم اشخاصی داریم که جود دارن، یعنی بدون اینکه فقیر از اونها سوال کنه اونها به دروازه فقیر میرسانن. و اشخاصی داریم که سخاوت دارن، وقتی فقیر طلب میکنه فقیر ناامید نمیکنن. و اشخاصی هم هست در بین بندگان الله سبحانه و تعالی که کرم داره، اگر فقیر میایه از او 10 افغانی طلب میکنه، او میفهمه و میدانه که احتیاجات از این بیشتر هست، برایش 10 درهم و 10 افغانی و 10 دینار و بالاخره بیشتر و بیشترتر کمک میکنه. تشکر جناب مولانا صاحب. پس درجه جود و کرم بالاتر از درجه سخاوت است، چون که شما اشاره کردین جود بدون درخواست دادن یا عطیه بدون درخواست و سخاوت با درخواست داده میشه و کرم به مراتب بیشتر از حدی که درخواست میشه عطا میکنه. خب از معانی و فروق و تفاوت هایی که میان این واژه ها وجود داره اگر از این بگذاریم، میریم روی ای که طبعا ما شما مسلمان هستیم و قرآن کریم و سنت نبوی یا احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم منبع دوم تشریع اسلامی است. وقتی انسان مسلمان میشنوه که خداوند به چنین امر دستور داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم به چنین امر توصیه کردن، بیشتر تشویق میشه و بیشتر به این عمل میکنه. میخوایم جناب مولانا صاحب درباره جود و بخشندگی از لابلای آیات قرآن کریم و احادیث گوهربار نبوی از زبان شما بشنویم. الله سبحانه و تعالی در قرآن آیات زیاد پیرامون جود و بخشندگی و
پیرامون سخاوت و بذل و بخشش. وقتی شما در قرآن مطالعه میکنیم هر جا لفظ انفقو میآیه، شما انفاق کنید یعنی بخشش کنید، یعنی بالاخره دست شما طرف بر سر فقرا و مستضعفین و اینها. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی هست، من چند نمونه از آیات را اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم. جود و بخشندگی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را این آیه بیان میکنه. جود و بخشندگی انصار را بیان میکنه، آنهایی که از خانه های خود دور شدن، مهاجرین وقتی آمدن طرف مدینه منوره، و انصار چنان جود و بخشندگی از خود نشان دادن که الله سبحانه و تعالی میفرماید یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه. حتی بذل و بخششی هم که صحابه میکردن چنین نبود که در دلهایشان حسادتی پیدا بشه، یعنی بخل پیدا بشه، چرا مال دادم، تمایلی باشه در قبال این مال باشه. یعنی عاشقانه و مخلصانه و محبانه اونها بذل و بخشش و اینها داشتن. مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بذل و بخشش، چنان بذل و بخشش که الله میگه اینها به او احتیاجی داشتن، ضرورت داشتن، یعنی پولی که ضرورت داشتن انصار دادن برای برادران خود، برای مهاجرین و اینها. در ادامه مهاجرین بر خود مقدم میشمردن، بر خود مقدم در حالی که خودشون محتاج بودن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه. اینها اصلا نفسای خود را پاک کرده بودن. انصار چنان نفس را پاک کرده بودن که دیگه بخل و حسادت و اینها برای انصار معنایی نداشت، مفهومی نداشت. ادامه آیه میفرمایه فاولئک هم المفلحون. اینهایی که جود و بخشندگی، کرم و سخاوت نسبت به برادران مهاجر خود نشان دادن و بذل و بخشش کردن، الله سبحانه و تعالی میگه اینها در رستگاری هستند. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی صفت بندگان نیک خود بیان میکنه. یعنی بندگان نیک الله سبحانه و تعالی دارای چی صفاتی هستند؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بندگان نیک الله سبحانه و تعالی طعام میدن بر مساکین، یعنی بذل و بخشش دارن، و برای ایتام و برای اسیرا و اسرا و اینها. در ادامه آیه خیلی نکته مهمیه که دوستا و عزیزان، خواهر و برادری که بذل و بخشش دارن، خواهر و برادری که جود و سخاوت دارن، این ادامه آیه باید بیشتر دقت کنن که بندگان نیک الله وقتی طعام میدن، وقتی برای فقرا و مستضعفین کمک میکنن، خب چی درخواست دارن؟ انما نطعمکم لوجه الله. طعامی که میدن، شرابی که میدن، نوشیدنی که میدن، این فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی، یعنی رضایت انتظار ندارن چیز توقع. ادامه آیه میفرماید انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. حتی کسی که بذل و بخشش میکنه، جود و بخشندگی، انتظار همیر هم نداره که طرف بری و بگه جزاکم الله خیرا. انتظار همیر نداره. یعنی باید فرد مسلمان، انسان مسلمان این گونه باشه. بندگان نیک الله سبحانه و تعالی چنین هستند. یعنی ما همه ما باید بنده های نیک الله باشیم. هیچ کس نمیتونه که ادعا بکنه که والله این کسی که انتظار نداره و توقع کلمه تشکری و کلمه قدردانی و جزاک الله خیر نداره، این بنده های نیک خداوند است، ما به او درجه رسیده نمیتونیم. نکته بسیار خوب اشاره کردیم. ما جناب استاد بزرگوار خیلی از انسان‌ها امروز بین جامعه می‌بینیم که میگرده که من دوستان خدا رو پیدا کنم، از این شهر به این شهر، از این قریه به این قریه، از این جا به این جا، اما از این غافل شده که خود شخص دوست خدا هست. ولی الا ان اولیاء الله، آگاه باشید که دوستان خدا، الا ان اولیاء لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ غم و اندوهی ندارن. خب دوست خدا کی هست؟ الذين آمنوا و كانوا یتقون. تو خواهر و تو برادری که به فرمان الله امساک کردی، الله اکبر، به فرمان الله الله اکبر افطار میکنی، این تقوا هست. پس هر انسانی که روزه میگیره، نماز میخوانه، فرمان الله رو به جا میکنه،
این به الله ایمان آورده و از ترس الله و از تقوایی که داشته این کار را انجام داده، پس این دوست خدا است. صفت دوستان خدا چیست؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. پس هر انسان مؤمن وقتی طعام میده، شراب میده، سخاوت داره، بذل و بخشش داره، این باید شعارش باشه که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرمایه مثل الذین ينفقون اموالهم، کسانی که در راه الله بذل، بخشش، کرم، جود، سخاوت دارن. خب این بذل و بخشش از اینا چنین نیه که حال شخص رفت تشکری، بعضی انسان ها میگن به فلانی چیزی دادم و یک تشکری هم نکرد، یک یادآوری هم نکرد. در این قسمت اگر به خاطر الله دادی، پس منتظر هیچ چیز نباش. نزد الله این ذخیره شده. نزد الله چگونه ذخیره؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یک درهم در راه الله، یک دینار در راه الله، یک افغانی در راه الله، این به مثال اینه که یک دانه گندم وقتی در زمین بذر میشه، از اون میبینیم خوشه پیدا میشه و از اون بالاخره چندین دانه دیگر. آیه میفرمایه که مثل حبة انبتت 7 سنابل، از هر دانه 7 خوشه بیرون میشه، از هر خوشه 700 دانه دیگه. والله یضاعف لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی مضاعفی 700 تضمین شده است. 700 تضمینه، بعد از 700 هم الله سبحانه و تعالی بیشتر و بیشترتر میگردانه. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی بازم اشاره میکنه الذين ينفقون اموالهم في سبيل اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه. اونهایی که در راه الله بذل و بخشش دارن، جود و سخاوت دارن، انفاق دارن در راه الله سبحانه و تعالی، چی در شب و چی در روز، سر و علانیه، پنهان و آشکارا. انما الاعمال بالنیات. یک نفر پنهان بذل و بخشش داره، یک نفر آشکارا، به خاطری که تا دیگران هم تشویق بشن و بالاخره از او درس بگیرن. آیه میفرماید سر و علانیه اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. یا آیات دیگر می اولئک لهم جنات تجری من تحتها الانهار. آیات زیادی برای این اشخاص مغفرت الله، رحمت الله، جنت هست و اینها. و یک آیه دیگه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که خیلی واقعا ما وقتی میگیم بذل و بخشش، خب شخص لازم نیه که کل مال خود را بخشش بده که فردا خود از او فقیر بشه و او صبر و توان و استقامت را نداشته باشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. چنین نشه که تو دست خود را محکم بگیری که من بذل و بخشش نمی کنم، جود و سخاوت ندارم در این راستا. چنین نکن، دست خود را باز بگذار. اما ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. چنین هم دست را باز نکن که باز فردا خود را ملامت کنی و به محتاجی بیفتی و بالاخره در این راستا. پس به هر حال باید انسان بذل و بخشش و اینها داشته باشه. اینجا شاید جناب مولانا صاحب اگر اجازه بدین یک سوال در ذهن ما خطور کرد و شاید در ذهن بیننده ها و شنونده ها هم خطور کنه که همه مالت را، همه داراییت را انفاق نکن تا ملوم و محصور نشوی. اما میبینیم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در راه خدا همه مالشان، همه دار ندارشان انفاق کردن. چطور میتونیم بین دو موضوع جمع کنیم؟ وقتی که میبینیم نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر ایمان ابوبکر در یک کفه ترازو گذاشته بشه و ایمان کل امت در یک کفه دیگه گذاشته بشه، باز هم ایمان و اخلاص ابوبکر سنگینی میکنه. سیدنا ابوبکر صدیق به چنان درجه رسیده بودن که برای اونها دیگه ملوم محصورا دیگه نبود، دیگه هیچ وقت ملامت نمیکردن خود را، به خاطری که میبینیم سیدنا عمر حتی به درجه سیدنا ابوبکر صدیق نتونست رسیده. درجه سیدنا عمر چقدر درجه، یعنی بعد از رسول صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق در درجه سوم، سیدنا فاروق اعظم در افضلیت. اما سیدنا عمر میگه من خواستم، همیشه در تلاش بودم که در راه خیر و کار خیر نسبت به ابوبکر سبقت بگیرم، ولی نتوانستم. که یک روز من گفتم که امروز سبقت میگیرم، رفتم کل مال را نصف کردم، نصف در راه الله و نصف در خانه.
آمدم که من دیگه امروز دیگه از ابوبکر سبقت میگیرم. آمدم مسجد دیدم که ابوبکر صدیق کل مال را آورده در راه الله سبحانه و تعالی. پس ما انسان‌های امروز ما نمیتونیم ایمان ما، اخلاص ما، او عقیده ما، او یقین ما نسبت برابر بشه به یقین ابوبکر صدیق، به یقین عمر فاروق، به یقین صحابه در این راستا. پس این آیه حکمش عامه. شما آنقدر بخل نورزیم که دست بگیریم که هیچ ندهید و نشه که همه را بالاخره سرمایه خود را بدهید که فردا خود شما به ملامت و به اینها قرار بگیرید. پس بناهن به طور خلاصه فشرده اینه که یقین و باور ما هیچ وقت برابر به یقین و باور سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نمیشه. و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که در این باره ارتباط به احادیث گفتیم، چون آیات زیاد هست درباره بخوای که آیات رو اشاره کنه. احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که ابو هریره روایت میکنن، میفرمایند قال رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله فرمودن که دینار انفقته فی سبیل الله، کسی هست که در راه خدا دینار انفاق میکنه فی سبیل الله، و دینار انفقته فی رقبه، کسی برای آزادی غلام دینار میده انفاق میکنه، و دینار تصدقت علی مسکین، تصدقت به علی مسکین، یک شخص دینار میده صدقه میکنه انفاق میکنه جود و بذل و بخشش میکنه برای فقرا و مساکین، و دینار انفقته علی اهلک، و یک شخص انفاقی داره بذل و بخشش داره برای اهل خود. در ادامه این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اعظمها اجرا، از روی این بذل و بخشش بزرگترین اینها از روی اجر الذي انفقته على اهلک، کسی که نفقه میکنه بر اهل خود. این هم برای عزیزان و برای بزرگان اینه که وقتی برادری در این ماه مبارک رمضان بیرون میشه، حتی برای فامیل و برای اولادا و برای خانواده خریداری میکنه به خانه خود از لحاظ آذوقه، غذا و بالاخره لباس، اینها باید برادران ما متوجه باشن که این بزرگترین انفاق هست، این بزرگترین بذل و بخششه. یعنی وقت انسان هزینه مصرف و هزینه میکنه برای فامیلش، برای خانوادهش، این صدقه جزء صدقه هست. اما باز یک نکته باید جناب استاد بزرگوار ما این فراموش نکنیم که نباید که باز در حد اسراف برسه. مثلا حال شاید برادری خب تاجر باشه، خب سرمایه داشته باشه، همسایه گرسنه داشته باشه، بگه من به این همسایه گرسنه چی کار دارم؟ بهترین انفاق اینه که من برای اهل خود خود من میخواستم اینو بگم که بهانه به دست بعضی خود قرار نگیره که من بهترین انفاق وقتی ما میگیم وقتی عباد الرحمن، شما ببینیم الله سبحانه و تعالی وقتی در سوره فرقان میگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بحث صفات عباد الرحمن که میگه والذین اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، دوستان خدا و عباد الرحمن بندگان الله سبحانه و تعالی اینن که در راه الله سبحانه و تعالی انفاق میکنن، ولی اسراف نمیکنن. اما این جزء همینه، مصرف برای فامیل خود بکن، برای اولادا مصرف بکن، اما اسراف نکن. اسراف صورت نگیره. در خانه اگر فرزند لباس میخواه، کفش میخواه، او ضرورت به لباس و کفش داره، اما کسی دیگه برای جای دیگر انفاق بکنه، اعظمتر از دست داده. اینجا یک نقطه دیگه هم فکر کنم جناب مناسب استنباط میشه که باید خانواده، خویشاوندا و اقارب نزدیک از نگاه حتی صدقه دادن و مسائل در اولویت قرار داده شوند. درست است؟ قرآن کتابیه که در تمام عرصه ها ما میبینیم راهنمایی میکنه. الله سبحانه و تعالی وقتی بحث از انفاق میاره میبینیم اول ذکر میکنه که برای پدر و مادر، بعد میایه برای اقربا و خویشاوندان، ذوی القربى والیتاما والمساکین و ابن السبیل. یعنی وقتی تو از جود و بخشندگی از اقوام و خویشاوندان و اقربا و نزدیکان خود تمام کردی، برو به طرف ایتام، برو به طرف مساکین، برو به طرف بالاخره در راه الله سبحانه و تعالی. پس در این حدیث
که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن یعنی نفقه دادن در راه الله یعنی جود و بخشش ثواب داره، برای آزادسازی غلام ثواب داره که امروز غلام نیست اما یک نفر میبینیم بیگناه اسیر شده اسیر شده برای مورد قرض داره، زندانی است، در این بله مدیون است، زندانی است، زندانیه. یک شخص قرض داره برای مورد از قرض خلاص بکنیم، این ثواب داره. و دینار تصدقت به علی مساکین، خب به مساکین انفاق کردن، جود، بخشش، کرم، اما بهتر و بهترتر همینه که برای اهل و برای عیال و برای اقربا و خویشاوندان. و همچنین در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم که همیشه جود و سخاوت داشتن که میگه کان رسول صلی الله علیه و سلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه جود و بخشندگی داشتن، همیشه سخاوت داشتن، اما جود و بخشندگی اینا در رمضان بیشتر بود. کان اجود بالخیر من الریح المرسله. سخاوت اونها، جود و بخشندگی اونها چنان بود مثل که باد بر سر همه می باد هم باد بر سر همه هست، اما جود و سخاوت و بخشندگی رسول صلی الله علیه و سلم مثل باد، مثل ریح المرسله فرستاده میشد به سر همه و به همه میرسید. پس آیات و احادیث نسبت به جود و کرم و سخاوت هرچی که نگاه میکنیم، وقتی نگاه میکنیم جود و سخاوت پروردگار عالم، جود و سخاوت رسول صلی الله علیه و سلم، جود و سخاوت بندگان مخلص الله سبحانه تعالی، پس در این باب آیات و احادیث زیاده که اگر وقت و فرصت برای شما هست که چند حدیث دیگه اشاره کنم. جناب مولانا صاحب اگر اجازه بدیم به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی و شنونده ها یک میان برنامه کوتاه را میگیریم و پس از این میان برنامه انشالله موضوع را پی خواهیم گرفت. با ما باشید. ام بجید انصاری رضی الله عنهما می‌فرماید عرض کردم ای رسول الله، مسکینی در خانه مرا میزند اما چیزی ندارم که به او بدهم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرچند آنچه به او میدهی ناچیز باشد از وی دریغ نکن. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. برگشتیم دوباره با عرض سلام مجدد خدمت تک تک بیننده های عزیز و شنونده های رادیو پیام اسلام. سخاوت پیشه کن تو از کم و بیش، کزان بیگانگان گردند چون خیش. جناب مولانا صاحب سوال بعدی می بود که همه انسان ها وقتی کار را می کنند دنبال از این می گردند که چی سودی داره برای ما، چه منفعتی داره برای ما. میخواستیم درباره ای که جود و بخشندگی چه در زندگی دنیایی باشه و چه در زندگی بعد از مرگ از چه سودهای برای انسان برخوردار است. طبعا وقتی که الله سبحانه و تعالی به یک امر دستور میده بدون شک در از او فواید زیاد نهفته هست. در جود و سخاوت و بخشندگی فواید دنیوی، فواید اخروی
اگر بگیم بیشمار هست بیشمار هست. چند نمونه رو اشاره میکنم. اول از جمله فواید کرم و بخشندگی اینه که کمال ایمان نشان میده. یعنی ایمان یک انسان به الله سبحانه و تعالی و همچنین حسن اسلام، نیکی اسلام یک شخص. ما میبینیم که یک شخص کرم داره، جود داره، بخشندگی داره. از جمله فواید اینه که این در چنان درجه رسیده که الان جود و سخاوت و بخشندگی از این نمایندگی از ایمان عظیم میکنه. پس خود کمال بودن ایمان، اکمال بودن ایمان و کامل شدن ایمان بزرگترین فایده هست برای یک انسان مؤمن، برای یک انسان مسلمان، برای یک انسانی که شب و روز تلاش میکنه تا اینکه ایمان از او کامل بشه. و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند انسانهای خوشبخت و انسانهای نیک اشخاصی هستند که برای اکمال ایمان خود تلاش میکنن. من احب لله و اعطى لله و ابغض لله و منع لله فقد استکمل الایمان. اینها در حقیقت ایمان اینا کامل شده. پس فردی که جود و سخاوت و بخشندگی داره از جمله فواید اینه که نشانه ایمانداریش و نشانه کمال ایمانش. یعنی این که جود و بخشندگی نشانه ایمان یک فرد است. اکید. یعنی وقتی که شخص جود و بخشندگی داره، خب این به دستوری که دلالت به ایمانداری از او میکنه. دوم از جمله فواید حسن ظن به الله سبحانه و تعالی. یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی میگه شما انفاق کنید، شخص رفته انفاق کرده. الله سبحانه و تعالی میگه شما دست فقیر را بگیرید، برای فقیر و برای محتاج و برای یتیم و برای اشخاصی که مشکلات دارن شما بروید به سراغ اونها برسید. وقتی یه حرکت میکنه، گامی برمیداره، این به خاطر چی؟ این حسن ظن، یعنی گمان نیک به الله سبحانه و تعالی داره که الله هست که برای از این پاداش چی وعده کرده؟ پاداش مغفرت، رحمت، جنت، همه اینها. پس خود پیدا شدن گمان نیک انسان نسبت به الله سبحانه و تعالی بزرگترین فایده هست. چون الله سبحانه و تعالی میگه انا ظن عند انا عند حسن ظن عبدی بی. من در گمان بنده خود ما گام برمیدارم. همونطوری که او حرکت میکنه من حرکت میکنم، همونطوری که او بالاخره برخورد میکنه من برخورد میکنم. در این راستا این بزرگترین فواید از جمله جود و کرم و بخشش هست. سوم خود سخاوت و بخشندگی، شخص سخی و شخص بخشنده محبوب پروردگار عالم میشه. الله سبحانه و تعالی او را دوست داره. و همچنین از چی بهتر؟ از این فایده بهتر چی میشه؟ و همچنین محبوب بندگان الله سبحانه و تعالی میشه. یکی از جمله فوایدی که در جود و سخاوت و بخشندگی. و همچنین از جمله فواید که در روایات اینها میاره، بزرگی در دنیا برای شخص پیدا میشه. یعنی از لحاظ مقام و منزلت نزد بندگان الله سبحانه و تعالی و همچنین در آخرت مقام و منزلت داره به نزد الله سبحانه و تعالی انسان هایی که جود و سخاوت و بخشندگی و اینها دارن. و دیگر این که از جمله فواید جود و بخشندگی، شخصی که صاحب جود بخشندگی داره، سخاوت داره، دشمن خیلی کم داره. یعنی بر علاوه که دشمن خیلی کم داره، دعاگو هم زیاد داره. باعث کسب دوستی و دعای کم شدن و کاهش و از بین رفتن دشمنی و اینها میشه. که از جمله فایده. حتی شما ببینیم یک شخص در یک منطقه‌ای که هیچ کس او را نمیشناسه، او میره در اون منطقه بذل و بخشش و کرم و سخاوت، یتیمار نوازش میکنه، یتیمای منطقه، فقرای منطقه، در حالتی که هیچ شناساییت و معرفت هم نسبت به اون مردم نداشته باشه، همه از او تعریف میکنن، همه توصیف میکنن، همه دوست دارن، همه بالاخره به او دعا میکنن. که از جمله فواید و ثمرات جود و سخاوت و بخشندگی و اینهاست. و همه مردم او را به نیکی یاد میکنن، همه مردم او را به نیکی یاد میکنن. و دیگر این که خیلی مهمه در روایات میاره که بذل و بخشش، جود و بخشندگی برکت میاره به رزق و روزی انسان، حتی به عمر انسان. سبحان الله. یعنی باعث نموی مالش هم میشه. قرآن میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. سبحان الله. یربی الصدقات.
وقتی کسی که در راه الله سبحانه و تعالی جود و بخشندگی داره، وقتی شخص انسان سخی و سخاوتمند هست، برکت به مالش میایه، برکت به زندگیش میایه، برکت به اولادش میایه، برکت بالاخره به عمرش میایه و در زندگی و اینها. و از جمله فواید دیگر این که تزکیه مال پیدا میشه، مال پاک میشه و تزکیه نفس. انسانی که بذل و بخشش داره هیچ وقت بخیل نیست، هیچ وقت حسود نیست. حب مال، حب دارایی، اصلا اینا امراضی که قرآن وقتی میگه شفاء لما فی الصدور، دیگه انسان که صاحب جود و بخشش هست، قرآن قلب او را شفا میده، قرآن روح و روان او را شفا میده. و نکته اخیر، من میفهمم شما وقت شما بسیار کم است و اشاره میکنیم، من تمام میکنم، اینه که با تجربه اشخاصی که جود و بخشندگی، هر کدام ما و شما در زندگی خود حتما یک وقت یک جود و بخشندگی داشتیم، این تجربه حتما لمس کرده باشیم که وقتی که انسان جود و بخشندگی داره، بعد از جود و بخشندگی چنان فرحت و خوشحالی برای او دست میده که چنان روح و روانش آرام هست که وقتی ببینه که سخاوت شخص، جود و بخشندگی شخص سبب فرحت و خوشحالی طرف شده، یک یتیم خندانده، یک فقیر خوشحال کرده، یک بالاخره خانواده فقیر سیر کرده، یک گرسنه سیر کرده، یک اسیر نجات داده، یک قرضدار از قرض نجات داده، و وقتی طرف خوشحال میشه، الله سبحانه و تعالی این صاحب جود و فرحت، صاحب جود و سخاوت، برای از او فرحت و خوشحالی. چه بهتر از این که جود و بخشندگی انسان باعث رضایت الله تعالی شه. وقتی باعث رضایت خداوند میشه، انسان در روز قیامت، در اون روز ترسناک و هراسناکی که همه غرق هستن، در اونجا احساس امنیت و احساس آرامش میکنه. جناب مولانا صاحب، آیا جود و بخشندگی و سخاوت و کرم و عطا تنها در مسائل مادی، در مسائل محسوس منحصر است یا جنبه های معنوی دیگری را هم شامل میشه؟ یعنی ای که من مال ندارم، امکانات ندارم، نه درهمی دارم، نه دیناری دارم، نه طلایی دارم، نه نقره‌ای دارم که خیرات بتم و صدقه بتم و جود و بخشندگی بکنم، اما علم دارم، اخلاق دارم، فرزن، آیا میشه که در این جنبه ها هم انسان جواد شناخته شود، انسان سخاوتمند شناخته شود و باعث کسب اجر برش شود؟ شما ببینیم الله سبحانه و تعالی در قرآن وقتی میگه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل، آیه بحث از جود و بخشندگی هست، بحث از انفاق هست. در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید قول معروف خیر من صدقه یتبع عذا. حتی اگر جود و بخشندگی شما، این انفاق شما سبب آزار و اذیت دیگران شد، پس راه دیگری بهترتر هست که از این سرمایه دیگر خود کار بگیرید. قول معروف، سخن نیک شما خیلی بهترتر هست از صدقه‌ای که باعث منت و آزار و اذیت دیگران باشه. پس از این آیه دانستیم که ما چیزهای دیگری هم برای جود و بخشندگی داریم، تنها این نیست. شاید الان بینندگان عزیز و گرامی ما، خیلی از خواهران برادران احساس بکنن من پول ندارم، من سرمایه ندارم، من چه کار باید بکنم؟ الکلمة الطیب صدقه. پس در این حال یکی از راههای جود و بخشندگی مال هست. یکی از جنبه ها. شخص سرمایه داره، پول داره، ثروت داره، از پول و سرمایه و ثروت خود جود و بخشندگی داره. اما راههای دیگر چیه؟ جود و بخشندگی از علم و معرفت. یک شخص مدرسه، عالمه، همین درسش، تدریسش، وعظش، نصیحتش، گفتارش، اینها همه جوده، همه سخاوته، همه بخشندگیه، وقتش صرف میکنه در این راستا. اما یک شخص میگه خب من پولم ندارم، علمم ندارم، چه کار باید بکنم؟ جود و بخشندگی در نصیحت و خیرخواهی. شاید خیلی از اشخاص دارای تجارب باشن، سرمایه‌ام ندارن،
علمم ندارن ولی تجارب دارن، تجربه دارن از زندگی خود، از بالاخره از مدتی از عمر اینا که گذشته. حالا چیزی که میدانن که اگر جوانها رو بنشانن یا کسی صدا کنن او رو نصیحت کنن. پس نصیحت از جمله بخشندگی هست. یک برادر میبینیم به راه میره نمیفهمه، نمیدانه، اشتباه میره. پس یک شخص میفهمه و میدانه، اگر او را ما متوجه نسازیم که این راه تو اشتباه هست، این حرکت تو اشتباه هست، این تجارتی که کردی درست و صحیح شاید فواید نداشته باشه، پس از جمله جود و سخاوت و کرم نصیحت و خیرخواهی است که ما برادر مسلمان خود را نصیحت کنیم. او چیزی که ما میفهمیم میدانیم اگر به طرف نمیگیم در حقیقت ما غفلت کردیم. موضوع دیگر بخشندگی از نفس، خیلی مهمه این نکته. از نفس چگونه؟ مسئله تبسم. اگر پول نداریم، اگر علم نداریم، اگر تجربه هم نداریم که کسی بیایم نصیحت کنیم، اما میتونیم طرف برادر مسلمان خود یک تبسم داشته باشیم، یک خنده، یک تبسمی، و میتونیم خوشکلامی با فامیل خود، با اهل خود، با عیال خود، با همسایه خود، با اقربا و خویشاوندان خود سخن نیک بگیم، به نیکی صحبت کنیم، به شیرینی صحبت کنیم، خود حسنا در این راستا، و وقت گذاشتن در کارهای خیر. میبینیم که شما میتونیم که 10 دقیقه در جای نیم ساعت بریم در جای بنشینیم، مشکل یک شخص حل میشه. بریم بالاخره یعنی از وقت خود در اختیار دیگران میگذار. یک شخص میگیم سرمایه را داد در راه الله، یک شخص در راه الله علم را مصرف کرد، اما شخص میره در راه الله وقت خود مصرف میکنه. ما امیدوارم که همین لحظه ای که ما و شما در اینجا نشسته ایم، ما جز جوادها باشیم، جز اشخاصی باشیم که در راه الله سبحانه و تعالی کرم و سخاوت اونها قبول میشه، چون ما در این لحظه وقت گذاشتیم. و نه تنها ما، تو بیننده عزیز و گرامی که تو شنونده عزیزی که در این لحظه اوقات خود را صرف این برنامه میکنی، صرف شنیدن این برنامه خیر و اینها خوب. در این لحظه خواهر و برادر نشستن برنامه اسلامی رو گوش میکنن، اینها وقت در راه الله گذاشتن. پس اینها جزء کسانی هستند که جود و سخاوت و بخشش دارن. و همچنین وقت گذاشتن به دعا. مثلا شاید یک خواهری، یک برادری وقتی اخبار رو میبینه که برادران و خواهران مسلمان ما در سوریه با چی درد و رنج، در یمن، در افغانستان، در بالاخره در عراق، در هر گوشه از دنیا، حتی در تاجیکستان میبینه که خواهر ما و برادر ما شد در یک مشکلاتی، در هر گوشه از دنیا. این برادر و خواهر فکر میکنه من که پول ندارم که جود و بخشندگی داشته باشم و کمک کنم، من چه کار باید بکنم؟ این چه کار کنه؟ 20 دقیقه، نیم ساعت، 10 دقیقه در این شبهای مبارک و روزهای مبارک در گوشه ای از خانه خود یا در گوشه ای از مسجد بنشینه، وقت در اختصاص بده به دعا برای مظلومین دنیا. این از جمله این سخاوت هست، این بخشندگی هست. یا الله ملت مسلمان افغانستان از درد و رنج و مصیبت نجات بده. یا الله ملت سوریه از درد و رنج و مصیبت نجات بده. یا الله ملت یمن، ملت عراق، همه امت اسلامی، همه امت ایران را از یوغ، همه ملت اسلامی، ستمگرها نجات بده. این از جمله جود و بخشش و اینها. و همچنین بخشندگی از قوت جسمی. یک نفر زور داره، قوت داره، بازو داره، قوی هست، در راه میره میبینه یک موسفیدی، یک خواهر عجوزی بار سنگینی به دست داره و حمل و نقل این برایش مشکله. این جوان از این قوتی که خدا داده انفاق کنه، بخشش کنه، دست موسفید رو بگیره، بار او موسفید رو برداره، دست یک مریض رو بگیره. و همچنین قدرت، برادران مخلص و متدینی که قدرت سیاسی الان دارن، از قدرت خود چگونه از قدرت خود در راه الله بذل و بخشش کنن. شخص مدیر هست، رئیس هست، والی هست، ولسوال هست، وزیر هست، وکیل هست. وقتی کسی برای از او مراجعه میکنه که من همین مشکل رو دارم، اگر در توان او
وزیر و وکیل و پادشاه و بالاخره به هر قدرتی که هست، به هر سویه‌ای که هست، اگر توان این بود که مشکل مسلمان را حل کرده میتواند که حل کنه، این بس. و اگر نبود اگر نبود تلاش بکنه. حتی اگر دیگه کاری کردن نمیتونست، به این برادر به خوبی و زیبایی بگه که جان برادر عزیز و گرامی، این در صلاحیت من نیست، تو در ما فوقتر مراجعه بکن، من هم تلاش خور میکنم. چنین نشه که این کاغذ رو روی شخص بزنه و به نفر خود بگه این را از اداره بکشیم و این را از دفتر بکشیم و این را دیگه اجازه ندیم و در این راستا او شخص باز میره به لیست بخلا، به لیست بخیلا، به لیست فرعون و شداد و نمرود در این راستا. پس امیدواریم که همه ما، چی مسئولین حکومتی هست، چی ثروتمندان هست، چی علما هست، چی همه ما باید در راه الله سبحانه و تعالی بذل و بخشش و اینها داشته باشیم. خب جناب مولانا صاحب، باز هم به اجازه شما و به اجازه بیننده ها و شنونده های عزیز یک میان برنامه خیلی کوتاه را میگیریم، میبینیم و بعدش برمیگردیم انشالله. باز هم در خدمت شما خواهیم بود. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در روزی که سایه‌ای جز سایه پروردگار نیست، 7 نفر در زیر سایه الهی قرار می‌گیرند و یکی از آنها مردی است که مخفیانه صدقه می‌دهد، به گونه‌ای که دست چپش از آنچه دست راستش داده با خبر نمی‌شود. نحيا ونرشف من شذا. خب بینندگان عزیز و گرامی و شنونده های رادیو اینترنتی پیام اسلام، خدمت یکایک شما عرض سلام مجدد و دوباره دارم و موضوع را پی میگیریم. قبل از میان برنامه جناب مولانا صاحب داشتن در ارتباط و فواید و سودهای جود و بخشندگی چه سودی برای فرد مسلمان میرسانه صحبت میکردن. حالا بعد از اینکه جناب مولانا صاحب در این باره روشنی انداختین، شاید در ذهن برخی ها این سوال هم مستحضر شود که خب مگاه اوقات میخوایم که جواد باشم، میخوایم که انفاق کنم در راه خدا، میخوایم که برای افراد نفع برسانم، اما شیاطین داخلی بگم یا هوای نفس مانع ای کار میشه. من چطور میتونم که این صفت و این خلق کسب بکنم و در وجود خودم ایره نمو بتم؟ راه های کسب البته جود و سخاوت بگم. وقتی که ما بخواهیم که یک شیر به دست بیاریم، بله، قبل از به دست آوردن در تلاش
اینیم که او را بشناسیم. راههای به دست آوردن جود و سخاوت و کرم، اولا شخص اینه که از الله سبحانه و تعالی طلب توفیق بنمایه، یعنی از الله سبحانه و تعالی طلب کنه یا الله پروردگار تو مرا سخی بگردان، اولین گام. خوب. یا الله تو مرا جود و بخشندگی عطا کن، چون جواد الله هست، کریم الله هست، اکرم الاکرمین الله هست. الله سبحانه و تعالی این صفت داره و دوست داره و کسی هم که از الله سبحانه و تعالی بخواه، الله سبحانه و تعالی یقینا که برای از او این صفت عطا میکنه. پس گام اول طلب نمودن از الله سبحانه و تعالی که الله این توفیق تو برای من نصیب بگردان. دوم نفس طیبه هست، یعنی وقتی ما میگیم نفس طیبه، زمان نفس خبیثه میشه که امراض گوناگونی در او جا بگیره. وقتی قرآن هم اشاره میکنه که این قرآن نازل شده به خاطری که شفا است و شفا لما فی الصدور، تا امراضی که در سینه هاست. ما وقتی که امراضی که در سینه هست او دور بسازیم، آن وقت انسان از حالت خبیث بودن میای به حالت طیبه بودن. یعنی وقت شرک رفت توحید میاد، جایش توحید میگیره. وقتی بغض رفت، عداوت رفت، جایش مهر و محبت میآید. وقتی بخل و حسادت از وجود ما رفت، جایش را چی میگیره؟ جود و سخاوت میگیره. مهم اینه در وجود ما احساس کنیم که یک خانه هست، برای هر صفت یک چوکی مختص شده، یک کرسی مختص شده، یک صندلی مختص شده با الفاظ مختلف. حالا آماده در چوکی بخل و حسادت نشسته هست. بیرون از وجود انسان دو صفت دیگر در انتظاره. تا اینها در وجود بود، اینها وارد نمیشه، باید اینها بیرون بشه. چگونه؟ وقت بخل و حسادت بیرون شد، میآید در جای بخل و حسادت کرم و سخاوت می نشینه. چون اینا در تضاد با هم تضاد قرار هست. داره. در قلبی که شرک بود توحید نمی آید. این قاعده هست. پس بناهن یکی دیگر از راه ها اینه که نفس باید طیبه شود و نفس باید پاک شود. یا ایتها النفس المطمئنه. وقتی نفس مطمئنه شد، اینجا دیگر حال حرکت پیدا میکنه به سوی الله سبحانه تعالی. دیگر اینکه حب عمل خیر، دوست داشتن کارهای نیک. همیشه انسان در تلاش این باشه که اعمال خیر دوست داشته باشه. هر عملی، نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، انفاق، اینها رو وقتی در قلب خود دوست داشت، خود این شخص چی میشه؟ جواد میشه، سخاوتمند میشه. خود این شخص دست پیدا میکنه به بذل و بخشش و به اینها. دیگر این که تشویق نمودن دیگران. حالا که خودش حتی سرمایه داره نمیده، لااقل کاری بکنه که دیگران تشویق کنه. آیا امکان داره جناب مولانا صاحب که خود انسان جواد نباشه، خود انسان سخاوتمند نباشه و دیگران رو تشویق یعنی کنه؟ ما چون راه حل پیدا میکنیم، یک شخص سرمایه داره، بله، سرمایه داره ولی جود و سخاوت و بخشندگی نداره. حالا لااقل ای بیای همین قدر احساس ایمانی و اسلامی خود را به کار بیندازه، از خود که نمیده از دیگران تشویق بکنه. دیگران تشویق کنه که برادر در فلان جا ایتام هست، در فلان جا طلاب مدرسه هست، در فلان جا فقرا هست و مساکین هست، در فلان جا فلان مشکل و فلان مشکل هست. در این راستا دیگران رو که تشویق کرد، وقت دید که دیگران در راه الله سبحانه و تعالی بذل و بخشش دارن، این سبب میشه که این هم به تحرک وادار میکنه. و دیگر این که خیلی مهمه، فوایدی که ما ذکر کردیم، دانستن فواید. هر شخصی که بذل و بخشش نداره، یک مرتبه فقط نظری بندازه به فواید بذل و بخشش. بذل و بخشش به دست آوردن رضایت الله،
دور شدن غضب پروردگار، عزت در بین آسمان و زمین، نزد ملائکه و نزد اهل آسمان و نزد اهل زمین، جنت، نصیب شدن رضایت الله و جنت و بالاخره همه اینها وقتی که شخص فکر بکنه لحظه، خود به خود وادار میشه که بذل و بخشش داشته باشه. شما ببینیم بذل و بخشش وقتی ما میگیم از جمله راه حل ها اینه که ما اسوه های بذل و بخشش رو بفهمیم. زندگی نامه‌شان رو مطالعه بکنیم. یعنی اسوه بذل و بخشش ابوالانبیا سیدنا ابراهیم علیه السلام. قرآن میگه هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. الله سبحانه و تعالی ابراهیم صفت میکنه با چی؟ با صفتی که اکرام کننده بود، بذل و بخشش داشت. ابراهیم علیه السلام چنان بذل و بخشش داشتن که بدون مهمان حتی غذا نمیخوردن، مسافه دور طی میکردن تا یک مهمان پیدا بکنن، فقیر و مسکین پیدا بکنن و با او بنشینن غذا بخورن. و رسول صلی الله علیه و سلم شما بذل و بخشش رسول صلی الله علیه و سلم، من این حدیث رو اشاره میکنم که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که ما سئل رسول صلی الله علیه و سلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه. وقتی از رسول صلی الله علیه و سلم چیز سوال میشد رسول صلی الله علیه و سلم میدادن. در ادامه میفرمایند فجاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین. شخصی آمد، رجلی آمد از رسول صلی الله علیه و سلم چیزی خواست. رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که این گوسفندانی که وسط این شله هست بین جبلین وردا اینا رو برو از تو. حالا چقدر بود تعداد اینا در این راستا. فرجع الى قوم فقال یا قوم اسلموا. این شخص چون به خاطر تالیف قلوب از رسول صلی الله علیه و سلم این کار کردن، میفهمیدن که اینا دوست دارن. بله در این راستا رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر تالیف قلوب این شخص و او قوم این را وقتی که دادن چی میگه؟ فان محمدا یعطی عطاء لا یخشى الفاقه. بریم مسلمان بشیم که محمد اینقدر میده که هیچ از فقر و از فاقه نمیترسه، اصلا هیچ چیزی او رو نمیترسانه. جود و بخشندگی رسول صلی الله علیه و سلم. حتی شما ببینیم در از بحرین انشاءالله که از بحرین وقتی غنایم و اینها رسید، رسول صلی الله علیه و سلم طلا و نقره و اشیاء دیگری از این طرف غنایم رسید، از این طرف هم وقت نماز شد. رسول صلی الله علیه و سلم هیچ توجهی نکردن. همه گفتن در کنج مسجد بیاندازید. همه در کنج مسجد انداختن. رسول صلی الله علیه و سلم رفتن نماز ادا کردن. بعد از نماز برگشتن، زانو زدن، اصحاب را جمع کردن. کل این آنچه که آمده بود سر صحابه تقسیم کردن. میگه رسول صلی الله علیه و سلم وقتی حرکت کردن از جای خود 1 درهم هم برای خود انتخاب نکردن. این جود هست، این بخشندگی از رسول صلی الله علیه و سلم که وقتی چیزی به دست میاد. حتی در قول دیگر، روایت دیگر میاره که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر به اندازه کوهی از طلا هم به نزدم بیایه دوست ندارم که حتی 3 روز پیش ما بمانه. وقتی انسان بیاندیشه به حال پیامبر صلی الله علیه و سلم، به الگوهای و نمونه هایی که در تاریخ اسلام و حتی در دوران قبل از اسلام، ما در دوران جاهلیت هم حاتم طایی بود. حتی ببینیم که حاتم طایی شما اشاره کردیم، حاتم طایی در دوران جاهلیت بود. عرب با همه شرک و کفر و دلالت و گمراهی که در جاهلیت داشت ولی خصلت جود و سخاوت چنان داشت که حاتم طایی زبان زد و ضرب المثل شده بود، نه تنها در عرب تا به امروز هم ضرب المثل هست. پس بهترین اسوه برای اینکه ما راه حل پیدا کنیم ابراهیم علیه السلام، بهترین اسوه در جود و سخاوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، بهترین اسوه ابوبکر تمام مال میده، عمر نصف مال میده، عثمان جیش الاسرار بالاخره در این راستا، سیدنا علی ابن ابی طالب تمام او زور و قوتی که داشتن، تمام او بازویی که داشتن، شجاعت و غیرتی که داشتن در راه الله سبحانه و تعالی، علم و دانشی که داشتن در راه الله سبحانه و تعالی، همه بذل و بخشش در راه الله سبحانه و تعالی. جناب مولانا صاحب در دقیقه پایانی برنامه قرار دادیم. توصیه‌تون برای بیننده های عزیز، حالا ما حرف زدیم درباره جود و بخشندگی و سخاوت، اما در این ما یعنی ما مسئولیت داریم که فقط این حرفا را بشنویم یا یکی را در میدان عمل هم پیاده کنیم در یک دقیقه؟ ما برای همه عزیزان و برای دوستان و بزرگواران این را میگم که ماه مبارک رمضان ماه جود است، ماه بخشندگی است. شما جواد حقیقی که الله سبحانه و تعالی هست ببینید، دروازه های رحمت را باز گذاشته، دروازه های بهشت را باز گذاشته، دروازه های جهنم را بسته کرده، شیاطین را به زنجیر کشیده، هر شب از آتش جهنم نجات میده. این جواد
از من و شما هم جود و بخشندگی میخواهد. هر کدام ما، اویی که سرمایه دارد از سرمایه خود، اویی که علم دارد از علم خود، اویی که قوت و زور و بازو دارد از زور و بازوی خود، اویی که سخن دارد و کلام خوش دارد از کلام خوش خود. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده، حتی فقرای ما جود و سخاوت و بخشندگی داشته باشند. رسول الله میفرمایند اتقوا النار ولو بشق التمر، نصف خرما سبب میشه که انسان را از آتش جهنم نجات بده. پس نصف خرما اگر خالصانه و مخلصانه جود و بخشندگی باشه، سبب میشه که ما از جهنم نجات پیدا کنیم و طرف جنت الفردوس بریم. الله سبحانه تعالی همه ما جزء جوادان و جزء سخاوتمندان حقیقی و واقعی داشته باشد و طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه خیش بگردد. تشکر جناب مولانا صاحب در پایان برنامه که باز هم حاضر شدین و در یکی دیگر از برنامه‌های لحظه های آسمانی، لحظات آسمانی و لحظات خوش را در کنار ما، بلکه ما در کنار شما سپری کردیم. ما در پایان برنامه از حضور همه بیننده های عزیز و گرامی و شنونده های رادیو پیام اسلام از حضورشان اجازه میگیرم تا دیدار دیگر و برنامه دیگر. همه شما را به پناه یکتای بی همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.